جهان میثاق دوباره بستند. میخواهم تشکر کنم از رهبری گرانقدر انقلاب که با هوشمندی و تدبیر بار سنگین انقلاب را به دوش میکشند. میخوام تشکر کنم از همه ملت‌های منطقه و جهان که با کاروان حقیقت و پرچم عدالت و توحید همراهی دارند. امیدوار باشید که پیروزی نزدیک است و اما میخواهم به طور ویژه از محضر مقدس مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سپاسگزاری کنم به خاطر همه عنایات و توجهاتشان، به خاطر الطاف بیکرانشان، به خاطر هدایت‌ها و کرامت‌هایشان. خداوند وجود شریفشان را از همه حوادث و بلایا محفوظ بدارد و قلب مهربانشان را از همه ما ملت ایران و رهبری گرانقدر راضی و خوشنود بگرداند. سلام و درود خدا بر روح ملکوتی امام، آن انسان وارسته و مجاهد به خدا پیوسته و یاران گرانقدرش که این راه نورانی را در برابر ملت ما و همه بشریت امروز گشودند. سلام و درود خدا بر شهیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده بزرگ ایثارگران. نزدیک ظهر است، چند دعا بکنیم. ای خدای بزرگ، ای خدای مقتدر یگانه، ای عزیز بی همتا، ملت ایران را و رهبری عزیزش را در استمرار حرکت و پیشگامی عدالت و توحید موفق و پایدار بدار. ملت‌های مظلوم را نجات عنایت بفرما. جوانان عزیز این ملت را که بهترین عالمند حفظ کن و همه آرزوهای نیک آنان را برآورده ساز. همه جوانان جهان از جمله جوانان عزیز مصر را سرشار از ایمان، علم، عمل صالح و موفقیت و عزت بگردان. دشمنان بشریت و دشمنان عدالت و توحید را خوار و ذلیل و منکوب بگردان. باران رحمتت را بر ملت ایران و همه سرزمین‌های تشنه ببار. در ظهور امید آخر باقی ماندت موعود عدالت گستر و نجات بخش حقیقی تعجیل بفرما. توفیق زندگی در سایه‌سار حکومت سرشار از لطف، زیبایی، رشد، آسایش و آرامش، علم و حکمت، معرفت و عشق و آزادی او را نصیب ملت ما و همه مردم جهان بفرما. از مهمانان عزیزی که از سایر کشورها در این جشنی که متعلق به خود اونهاست هم تشکر می کنم. موفق و عزیز و سربلند باشید. بسیار بسیار متشکر و سپاسگزاریم از سخنرانی حکیمانه. Sarmas
وطنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم.